در مورد زندگی جدیدتون که توی انگلیس هست و برامون یکم توضیح بدین. آدمای اونجا چه جور آدمایی هستن و به هر صورت یه دنیای جدیدی، هر کشوری برای خودش یه دنیای جدیدی که وارد بشی. آدمای متفاوتی داره، زندگی‌های متفاوتی داره، قانون‌های متفاوتی داره. چه چیزی رو براتون جالب بوده توی زندگی انگلیس و عجیب بوده که می‌خوایم برامون در میون بذاریم در موردش صحبت کنیم؟ واقعا چیزی که خیلی برام جالب بود، یعنی تو نگاه اول یا همون روزای اول، در حالی که من واقعا همچین دیدگاهی نسبت به کشور انگلیس نداشتم. واقعا چون ما همیشه انگلیس رو میشه گفت قدرت اروپا، چه میتونم، یا کشوری بوده که دنیا تو دستشه، یا میشه گفت همیشه نقش بسیار مهمی داشته خیلی کارهایی که تو این دنیا اتفاق افتاده. ولی چیزی که خیلی برای من جالب بود وضعیت رانندگی کردن واقعا مردم اینجا.